بگاهی 7 ایول جسدی بدون 4 نورسی 15 ساله را از دریای سیر بیرون کشیدند. نورسانی غرق شده 4 خواننده صنف نوع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 دهه نیجانی شهر استراوشن بودند که هنگامی آبازی غرق شده هلاک گردیدند. تابوت هر 4 نورسی غورمر که در شهر خوجند غرق شدند به زادبومی آنها دهه نیجانی شهر استراوشن انتقال داده شد. گفته می شود که نورسانی فوتیده خدیرف لذیذبک آیبکوویچ، کرام قلوف بختیار جمالدینویچ، محمد اسایف اصلبک ایلبکوویچ، کریموف صدرالدین سووانویچ می باشند. جسدها را برای سنجش به مقامات ملی سپردند و سبب و عامل‌های غرق شوی نورسان از جانب دادستانی تحقیق می شود. از پلیس اطلاع داد که یک کارمند بخش معارف شهر استراوشن بدون ذکر نام گفت خوانندگان همراه دیرکتور مکتب و باس آموزگار به شهر خوجند رفته بودند. او گفت به احتمال زیاد آنها برای سیاحت به خوجند آمدند و در دریای سیر هنگام آبازی غرق شدند. خود دیرکتور مکتب بعد حادثه در حالت کاما در یک از بیمارخانه‌های شهر خوجند بستری شده است. در عموم چند نفر و با کدام سبب رفتن حالا به ما نیز ناروشن است. تا جای فهمیدیم احتمال برای سیر و گشت رفته باشند، گفت منبع. در ریاست معارف شهر استراوشن صبح 8 ایول با تایید این حادثه بعضی پلیس از اجرای جزئیات بیشتر خودداری کردند، اما صلح الدین اینامبایف معاون سردار این ریاست در صحبت کوتاه تلفنی گفت که معلومات مشخص در دست ندارند. از بگاهی دیروز تلفن‌های دیرکتوری مکتب و دیگر شخصان مسئول خاموش است. احتمال در بازپرسی مقامات حفظی حقوق قرار دارد. جسد نورسان را ساعت 7 صبح 8 ایول در دهه ینگی قشلاق استراوشن به خاک سپردند. حالا ساکنان این دهه برای مرگ 4 نورس ماتم دارند.